با عرض سلام و خسته نباشی خدمت تمامی اون کسایی که به کانادا تازه رسیدن. میخوام یک مطلبی رو برای شما بگم و اونم این هستش که کسایی که تازه به کانادا رسیدن میتونن از کلیساها تقاضای کمک کنن و همچنین میتونن از جاهایی غذاهایی رو به صورت رایگان بگیرن. من خودم به شخص وقتی که به خاک کانادا اومدم شروع کردم به گرفتن وسایل، در صورتی که اگه من این داستانا رو اگه خبر داشتم به هیچ عنوان من این همه مقدار هزینه برای خریدن وسایل انجام نمیدادم. برای شما اولین چیزی که مهمه این هستش که با کلیسای اینجا وارد ارتباط بشین. بعضی از کلیساها به شما ظرف‌ها و وسایل دیگه مانند تلویزیون، قهوه ساز و هر چیزی که حالا شما در اختیار اونا قرار داشته باشه به شما کمک میکنن. و مورد بعدی فود بانک هستش یا بانک غذایی که میتونه به شما خیلی کمک کنه در مقدار هزینه‌هاتون. به شخص خودم هر 2 هفته یک بار اجازه دارم که برم به فود بانک و اینطور هم نیست شما از یک فود بانک غذا بگیریم و برین سریعا سراغ فود بانک بعدی. به این شکل نیست، فقط هر 2 هفته یک بار میتونین که شما از فود بانک غذا تهیه کنین. حالا مقدارش مهم نیست، برای شما گوشت چرخ کرده، کنسرو ها و مواد غذایی تازه در اختیار شما قرار میدن. اینو برای تمامی اون کسایی میذارم که تازه وارد خاک کانادا شدن. کانادا کشوری هستش که به شما کمک میکنن. موفق و مؤید باشید. فعلا. سلام علی جان، خوب هستی؟ به کشور کانادا خیلی خوش اومدی. سلام زمان جون، خوبی؟ سلامتی؟ خیلی متشکر. درسته، من تازه وارد خاک کانادا شدم. خیلی ممنون که با من در تماس شدی. خیلی خوشحالم که یک شهر دوست و قدیمی رو اینجا توی خاک کانادا میبینم. خواهش میکنم بسیار زیاد. با بعد ورودت به خاک کانادا فکر میکنم که خیلی از چیزا رو درک کرده باشی یا حس کرده باشی که خیلی متفاوتن از کشوری که ما قبلا باهاش بودیم. بله 100% اینجا کشور جامعه غربی با کشور جهان سومی ما حتما خیلی تفاوت‌ها وجود داره و برای ورود به جامعه اینجا یک سری اطلاعاتی هست که حتما نیاز داریم ما بدونیم و خیلی ممنون میشم که در مورد بیشتر آشنا شدن با مردم اینجا و فرهنگ اینجا اگه بتونی به من کمک کنی خیلی ممنون میشم واقعا. پس من میام یک سری خلاصه معلومات در مورد خود کشور کانادا و همچنین کارهای اولیه‌ای که با بعد ورودت به خاک کانادا باید انجام بدی رو بهت میگم. خیلی عالیه، منتظر شنیدنشم. کشور کانادا که هستش به صورت دولت فدرال و که برای کل ایالت ها یعنی یه قوانینی محسوب میشه که برای کل ایالت ها هستش و بعد از اون استانی هست. فکر کنم خودت در آنتاریو هستی و ما در بریتیش درسته؟ کلمبیا قوانین استانی با هم دیگه فرق داره و همچنین شهرداری هر منطقه. چقدر عالی. درسته؟ و بعد از اون میرسیم به کارهای اولیه‌ای که باید در کشور کانادا انجام بدیم. اولین کاری که باید کنی گرفتن سین نمبر که بهش میگن سوشیال اینشورنس نمبر. دقت داشته باش که سوشیال اینشورنس نمبر رو در هر جایی نباید نشون بدی، فقط در نهادها یا سازمان‌هایی که برای کار هستش یا برای بانک. این دوتا نهاد اگر از شما خواستن میتونید که سین نمبر رو به اونا نشون بدی، ولی در جای دیگه به هیچ عنوان نشون ندی که میتونن از اون کلاهبرداری کنن. درسته؟ کسایی که متشکرم. ورک پرمیت یا کانفرمیشن آف پی آر یعنی پرمننت رزیدنسی رو داشته باشن میتونن برای گرفتن سین نمبر اقدام کنن. دومی حالتی که هستش، شما همطور که دیدید بیشتر کارهای اینجا با حسابای بانکی انجام میشه. شما باید 100% یک بانک اکانت برای خودتون تشکیل بدید که در درسته؟ این بانک اکانت بعضی از بانک ها به هر کسی که برای اونها یک نفر آفر کنه یا پیشنهاد کنه یک مبلغی رو به اونها میده.
ممکنه از $50 شروع بشه یا ممکنه به اونا یک جوایزی داده بشه مانند آیپد یا امثال این. و همچنین همونطور که میدونید کشور ارتباطات هستش. شما بر هر شرکتی که یک نفری رو پیشنهاد کنید که در اونجا حساب باز کنه 100% برای شما آفر داره، حتی سیم کارت. بعضی از شرکت ها در اینجا مانند فیدو، راجرز و امثال اینا برای کسی که بر اونا بر یک نفری رو آفر میکنن $25 میدن. درسته؟ خب در مورد بعدی، در مورد سیستم حمل و نقل اینجا، همطور که میبینید در اینجا مینی بس ها و اسکای ترین هایی وجود داره که یک دستگاه کارت خوان در اون وجود داره که به نام کمپس کارت، یعنی شما یک کارتی رو باید داشته باشید به نام کمپس کارت که اون کارت از ATM هایی که در کنار اسکای ترین یا جای دیگه است میتونید فراهم کنید. مبلغ $6 هستش و بعد از اون میتونید در داخل کارتتون $40 $100 $20 نقد یا وجه در داخل اونا قرار بدید. درسته؟ حالت بعدی که بخوایم صحبت کنیم در مورد گرفتن بعضی از کارت ها هستش که به پی آر شما احتیاج داره، مانند MSP که بیمه شخصی و همچنین BCID هستش که به پرمیننت کارت شما احتیاج داره. حالا در ویدیوهای بعدی من در مورد این که شما چجوری پی آر خودتون رو پست کنید و همچنین چجوری نحوه گرفتن BCID و MSP رو و تمامی لینک هایی که برای گرفتن اونا شما احتیاج دارید و برای شما خواهم فرستاد. خیلی عالیه، ممنون. خواهش میکنم. فکر کنم برای امروز تا همینقدر اطلاعات برای شما مفید باشه. احتمالا در ویدیوی بعدی یا در تماس بعدی با هم دیگه 100% من اطلاعات مفیدتر و همچنین لینک های مفیدتری رو برای شما قرار خواهم داد. خیلی ممنون بابت اطلاعات خوبت، واقعا مفید بود و به درد بخور. من حتما از این اطلاعات استفاده میکنم و همچنین که هنوز خیلی سوالهای زیادی برای پرسیدن باقی مونده. انشالله که در تماسهای بعدی با هم هستیم و برای سوالهای بعدی حتما وقتی رو خواهیم گذاشت. 100% چرا که نه علی جان. موفق و مؤید باشید. روزت خوش. تو هم عزیزم همینطور موفق باشی. وقتت خوش. خداحافظ. ممنون. خداحافظ.